مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم زنه میگه که منم تویی وای گلزار جابجا کرد. درود بر مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که پشت پرده های 40مین مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر رو برای شما افشا بکنیم. مراسمی پر از جنجال، اتفاق، سوتی و البته آبروریزی. جشنواره فیلم فجری که هر ساله از تاریخ 12 بهمن ماه تا 22 بهمن ماه ادامه پیدا میکنه و یه سری از فیلم هایی که از فیلتر وزارت ارشاد گذشتن توی این جشنواره شرکت میکنن. یه سری داورها میان و بهترین کارگردان و بازیگر نقش اول مرد و زن و نمیدونم نقش مکمل و نمیدونم بهترین صدا بردار و انواع اقسام این افراد رو در این جشنواره انتخاب میکنن که البته هر سال گندتر از سال قبل برگزار میشه. یعنی برخلاف سایر کشورها که هر سال وقتی یه مراسم رو برگزار میکنن سال بعدش بهتر میشه، تو ایران هر سال شخمی‌تر از سال بعدش میشه. جشنواره فیلم فجر هم همینطوری هستش که دیروز، حالا از لحظه‌ای که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم میشه دیروز، حالا هر موقع شما ببینید نمیدونم که میشه، امروز 23 بهمن ماه و این مراسم از شبکه نمایش پخش شد و اولا اینکه نیم ساعت کلا صدا نداشت. یعنی مراسمی که توی برج میلاد برگزار میشد، دوستان دستن در کار به صورت خودجوش صدا رو قطع کردن که نیم ساعت از مراسم بدون صدا پخش بشه. یعنی سایر کشورها از کره ماه و سایر کره ها و نمیدونم سیاره‌های دیگه تصاویر لایو و زنده میفرستن رو زمین. ما از برج میلاد تهران نمیتونیم برای صدا و سیما تصویر بفرستیم. ادعامون هم میشه صدا و سیمایی که سالی خدا میلیارد بودجه میگیره و من نمیدونم این مسئولانش دارن چیکار میکنن توی صدا و سیما که نیم ساعت از مراسم بدون صدا بود. بعد جالبه بدونید که این مراسمی که حالا اولش یه سری از مهمان‌ها دعوت شده بودن، جالبه که سخنرانی مهمان‌ها مثلا وزیر و معاون وزیر و نمیدونم مسئولین با کیفیت فول اچ دی و بدون قطعی صدا برگزار شد و صدا قطع نشد. همین که اومدن جوایز رو اعلام بکنن و بازیگرا برن پشت میکروفون و صحبت بکنن به صورت خودجوش، زارت صدا قطع شد. اصلا هم ناراحت میشم شما فکر کنید که خودشون قطع کردن، نه صدا قطع شد. بعد جالبه گفتن که نگران نباشید، تصاویر رو ما براتون پخش میکنیم بدون صدا، بازپخشش با صدا خواهد بود که بازپخشش هم بدون صدا بود. یعنی من شیفته این سبک از سانسور کردنشونم که هر سال موقع دریافت جوایز بازیگرها صدای بازیگرها قطع میشه از تلویزیون. بعد قربونتون برم دیگه الان توی این موقعیت و توی این عصر جدید که این کوفتی اومده که الان هم تو شارژه، دیگه سانسور کردن معنا نداره. قربونتون برم تو صدا و سیما میان مثلا 10 ثانیه از صحبت‌های بازیگر رو پخش میکنن، بابا تصاویرش فول اچ دی توسط این موبایل و سایر دوربین‌ها و خبرنگارا ضبط میشه، زرتی میاد تو شبکه‌های اجتماعی. دیگه فیلتر کردن چه صیغه‌ای شما انجام میدید؟ بعد اینا تازه خوبه، حالا جلوتر به شما یکی یکی، یعنی مراسم نرکده بود. یعنی تمام عواملی که اونجا بودن مرد بودن، سیبیل بود. محض رضای خدا سالهای گذشته یه 4 تا خانم هم اونجا می آوردن، از این سینی‌ها میگرفتن بهشون نمیدونم لوح بدن و از این صحبت‌ها. اونا رو هم امسال حذف کرده بودن. میگم هر سال ما پیشرفت می‌کنیم. بعد یه 2 تا خانم حداقل می آوردید اونجا لام از سبا جایزه به خانم‌ها میدن، خانم‌ها اونجا باشه. این نماینده خانم، انگار مثلا خانم‌ها حق زندگی کردن تو ایران ندارن، همه جا سانسور میشن. هیئت داورا همه سیبیل. از اون مهمتر یه سری تصاویر از داورا پخش شد، هیچ کدومشون ماسک نداشتن، هر 2 دقیقه بارم یکی رو بغل میکرد. یعنی اومیکرون توی ایران خودش شرمنده شد این مراسم رو دید. خواننده آورده بودن توی این مراسم آقای محمد معتمدی، تصویربرداری و صدا برداری که آشغال. بعد گفتن که آقا این ارکسترش کو، این پشت بندش کو. مجری اومد گفتش که بله به خاطر شرایط کرونایی ما مجبور شدیم که ارکستر رو حذف بکنیم. انگار مثلا دستگاه کیبورد و نمیدونم ارگ و نمیدونم گیتار ناقل اونا مثلا کرونا رو میدن، بقیه نمیدن.
با بگید از صدا و سیما پخش بشه. تو صدا و سیما هم نشون دادن ساز یه سری آدم اومدن ممنوعش کردن. قبلا هم گفتم توی صدا و سیما ناظرای پخش فکر میکنن که گیتار مثلا بدن خانوم بغلش میکنن میزنن، کیبورد مثلا کمر خانومه، اینجوری اینقدر ذهن‌ها مریضه. بعد من گفتن که به خاطر ماسمالی کردن قضیه رو، بعد فالش و پولش میخوند. پاینده با خاک ایران ما در که ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. حالا این خوندن رو بذاریم کنار. اومدن گفتن که توی قسمت انتخاب بهترین فیلم از نگاه مردم و تماشاچی‌ها حذف شده به خاطر صیانت از آراء مردم. ما آراء مردم انداختیم تو آشغالی و انتخاب بهترین فیلم از نگاه مردم و تماشاچی‌ها رو نداریم. ما خیلی به طرح صیانت اعتقاد داریم. بعد از اون طرف اسامی کسایی که سیمرغ برنده شده بودن 1 ساعت قبل از مراسم لو رفته بود. شما نتونستید اسامی برنده ها رو صیانت بکنید، بعد رأی مردم رو می‌خواستید صیانت بکنید. چطوری میگه اون شیشکی مخصوص رو براتون بکشم. یعنی به هیچ چیشون، به یه ورشون اصلا مردم و کسای دیگه که اونجا بودن. میکروفون هم جالب بود. مثلا هر کسی سیمرغ برنده میشد یا یه جایزه می‌خواستن بهش بدن، میکروفون اینجوری زرتی گذاشتن رو زمین، بعد برمی داشت حرف می‌زد، پای میکروفون برای بازیگران نذاشته بودن یا میذاشتن رو میز، بعد میرفت ور داشت میورد. اون میکروفون دست میزنه مثلا یکی نبود اونجا مثلا اونا رو ضد عفونی بکنه، اونو که اصلا حرفش هم نزن. یعنی توی ایران سالن‌های کنسرت که خواننده‌ها میخوان برن میگن صندلی‌ها بعد یکی در میون باشه. همه جای دنیا همین آلمان هم همینطوره. بعد تو مراسم این جشنواره فیلم فجر این آقای ردیف اول که مسئولین سایر نوچه‌ها و خدنگاشون بودن، طوری جفت هم دیگه نشسته بودن. مسئولین کرونا نمیگیرن و این مراسمات اصلا کرونا توش نیست، بقیه مراسمات توش کروناه. از اون طرف نمایشگاه کتابو برگزار نمیکنن، میگن کرونا. فیلم فجر رو برگزار میکنن، میگن کرونا نیست. من نمیفهمم که این مسئولین توی ایران دارن چجوری تصمیم میگیرن. از اون طرف بعد از این همه سال برگزار کردن این مراسم و بعد از این همه بودجه‌ای که صدا و سیما داره هنوز یاد نگرفتن توی صدا و سیما سایر امکاناتی که اونجا دارن تصاویر مثلا 4 تا نامزد بهترین بازیگر مردن، تصاویر 4 تاشون رو بذارن کنار هم دیگه. همزمان نشون دادن تصاویر همزمان هنوز بلد نیستن. بعد از اون طرف باحال‌ترش بازیگرا بودن. اسامیشون که اونایی که سیمرغ گرفته بودن از قبل مشخص بود، یعنی همه چی اونجا فرمالیته بود. بعد اونجا نشسته بودن، مجری اعلام میکرد که برنده سیمرغ بهترین مثلا بازیگر زن تعلق میگرد به خانم مثلا تناز طباطبایی. یه دفعه اینجوری میکرد خب بابا قبلش میدونست دیگه گریه کردنه چیه؟ لامصب امین حیایی برنده میدونست از قبلش برنده شد. درست 30 ثانیه قبل از اینکه اعلام بکنن که برنده شده به صورت خودجوش لایو گذاشت. یه دفعه اعلام کردن که برنده شده. اصلا ناراحت میشم شما فکر کنید که اینا از قبل میدونستن که کی اول میشه کی دوم میشه. خلاصه دارم نگاه میکنم همه رو پشت سر هم دیگه گفتم کف کردم انقدر. یه جایش بود جایزه مکمل بازیگر مکمل زن اگر اشتباه نکنم، خانم صدف سپهبدی اگر اشتباه نکنم، شاید فامیل سختی داره، کنار پژمان جمشیدی میشینه و یه جایی میخواد تو دستشو بگیره، تو دستشو میده عقب، بعد خوشحالیش مقداری الکی زیاده. احتمالاً تو مایه‌های ریل و اینا میتونه باشه این نوع خوشحالی پژمان جمشیدی. ببینیم خوشحالی رو. هیئت داوران چهلمین جشنواره فجر سیمرغ نومید بهترین بازیگر نقش مکمل زن را اهدا می‌کند به صدف سپهبدی، صدف علفزان، صدف فقط من نمیدونم که اینم یه مقداری خوشحالی جالب بود و عجیب و غریب.
از این مراسم جشنواره فیلم فجری که نرکده و سیویل بود. ما خانوم نمیدیدیم، تصاویر خانوم هم که نمای باز و چی بگم، من حرفی ندارم. این تقریبا قسمتی از حاشیه‌های این بازیگرا بود. بازیگرای خانم آقا هم که تو این جشنواره که میان انگار مثلا جشنواره فشن شو رفتن، هیکلاشون رو نشون میدن و یه جوری لباسای عجیب و غریب، یعنی هر چی لباس بنجل و آت و آشغال این مزونا دارن میکنن تو پاچه این سلبریتی‌ها. اینا هم فکر میکنن که واو استاد چه واو چقدر ما با کلاس و شیک شدیم. بعد یه جوری جلوی دوربین فیگور میگیرن، تو یکیشون که میکروفونم هم افتاد مثلا صدای ما، یه جوری جلو دوربین فیگور میگیرن، کرکوپرش میریزه، اینجوری پا رو باز میکنه انگار مثلا میخواد ضربه ایستگاهی بزنه، اون میخواد خشتکش رو نشون بده. به قول اون یکی از این دوستان یه برنامه داشت میگفتش که یه سری از افراد خشتک دارن نشون میدن، فکر میکنن که مثلا اونو ما هم داریم، مثلا خشتک رو ما داریم. فکر نکن که فقط خودت خشتک داری، همه این که اینجا پشت زور ببینن همه خشتک دارن. و من نمیدونم مثلا لباساتون چی بگم. در صورت این یه قسمت کوچیکی از این جشنواره فیلم فجری بود که میلیاردی براش هزینه میشه و خروجیش میشه این افتضاح، صداقت، تصویر در و داغون، میپردازی در و داغون، پر از سانسور. بعد یه آرشیو هم نذاشتن، یعنی ما برنامه رو دیدیم، من اومدم آرشیو بردارم مثل تصاویر رو بکشم بیرون، مثلا وزیر ارشاد سری جاسوسی داده بود، آرشیو کامل این مراسم نیست. تلویزیون که اصلا آرشیو نمیکنه و اصلا ناراحت، آرشیو چی، هر چی خودشون بخواد سانسور میکنن، بعد بقیه‌شو میذارن تو اینترنت. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بود. اگه دوست داشتید ویدیو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.